سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند و سلامت باشین. مهدی حسن زاده هستم و در خدمت شما دوستا قرار دارم همراه با یک ویدیو دیگه از سری ویدیوهای EBGP. در این ویدیو برای شما در نظر گرفتیم تا BGP را کار کنیم و کنار از راوت تگینگ را انجام میتیم و به اساس تگ ها فیلترینگ را انجام میتیم، دیستریبیوت لیست فیلترینگ را انجام میتیم و در آخر هم سامرایزیشن انجام میتیم در این راوت های خود. خب وارد لابراتوار خود میشین. ما به خاطر از اینکه وقتی ویدیو زیاد گرفته نشود BGP را بین راوترها ست کردیم و اینمی نتورک ها را، نتورک های R1 را در کل راوت ها ادورتایز کردیم در کل اتونوموس سیستم ها و ما اینجا میتونیم چک کنیم توسط شو IP BGP و در این راوتر 3 ما میبینیم که همه راوت هایی که در راوتر R1 ما وصل است را ما در روی راوتر R3 داریم. خب تگینگ را شروع میکنیم. به انجام دادن تگینگ میریم روی راوتر R1 خود. به خاطر انجام دادن تگینگ نیاز است که اولش ما راوتر خود کلاسیفای کنیم یا کلاسیفیکیشن انجام بدیم و کلاسیفیکیشن معمولا توسط پرفکس لیست یا اکسس لیست انجام میشه. خب من این پرفکس لیست نامش تگ میمانم و میگم پرمیت 100.110/24 و 100.222/24 را میگیم که کلاسیفای کنه یا توسط پرفکس لیست پرمیت میکنیم. خب راوت 133 را پرمیت نمیکنیم به خاطر که نمیخوایم این راوت ما تگ شود. به دلیلی که باز پسان که فیلترینگ انجام دادیم باز ببینیم که آیا واقعا این راوتی که ما تگ نکرده بودیم فیلتر میشه یا نمیشه. خب از قدم بعدی یک راوت مپ ایجاد میکنیم و نامش میمانیم set community یا set com میمانیم نامشه و میگیم پرمیت و یک عدد را به حیث سیکونس نمبر برش مشخص میکنیم. در قدم بعدی میگیم که match IP address و پرفکس لیستی که اینجا ایجاد کردیم نامش میگیم به اساس اونمو پرفکس لیست IP هایی که مچ میکنند را کامیونیتی شه set community 101 اگزیت میکنیم و دوباره به همین نام راوت مپ خود یک انتری دیگر را وارد میکنیم set com و میگیم پرمیت با یک سیکونس نمبر متفاوت و این سیکونس نمبر که است یا انتری که است بر ما به حیث یک explicit deny واری هست، explicit permit واری هست که معادل هم explicit permit که در access list یا prefix list های خود کار میکنیم یا یک چیز شبیه از هست. خب در قدم آخر ما ای را در BGP اپلای میکنیم و در BGP میگیم که نیبر 192.168.12.2 راوت مپ را اپلای کنه که به نام set com هست و دایرکشنش هم که outward است و همچنان میگیم که send community را انجام بده و کامیونیتی که است به دو شکل است، یکی اکستندد و استاندارد. ما اینجا میگیم که اردوش روان کنه. خب دوستای عزیز کامیونیتی که است یک optional transitive attribute است در BGP که باید هاپ بای هاپ کار شود، یعنی که اگر ما را در R1 خود اپلای کنیم در R2 خود اپلای نکنیم باز کامیونیتی ها را در R3 برای ما روان نمیکنه. و دومی که کامیونیتی لیست که است، کامیونیتی ها که است دو قسم است، یکی اولد فرمت داره و دیگر نیو فرمت داره. خب ما فرق شال متوجه میشیم، میگیم clear IP BGP all soft و بعد از که بگیم show IP BGP 101 اینجا کامیونیتی لیست
قسمی بر ما نشان میده، در حالی که ما در R1 خود کمیونیتی لیست را گفته بودیم 100 کالان 1 به این قسم گفته بودیم و این به خاطر است که فرمت نیو هست، ولی فرمتی که در آردو بر ما نشان میده فرمت قدیمی یا اولد فرمت هست و به خاطر که به فرمت جدید بر ما نشان میده میگیم که IPBGP کمیونیتی نیو فرمت. وقتی که اگزیت کنیم باز میبینیم که بر ما به اون شکلی که در راوتر R1 گفته بودیم در اون شکل نشان میده. خب راوت 102 هم چک میکنیم میبینیم که به همون شکل بر ما کمیونیتی را گفته، ولی وقتی که راوت 133 را چک میکنیم باز بر ما کمیونیتی را نمیگه، به خاطر که ما در روی R1 باز کمیونیتی خود اینمی راوت 133 خود با این کمیونیتی تک نکردیم. صحیح است. خب میریم مرحله بعدی که از ما خواسته شده تا راوتایی که با کمیونیتی 101 داره به سمت 65030 اجازه داده شود. خب ما ایره در روی آردو کار میکنیم و یک کمیونیتی لیست کار میکنیم. درست است. کمیونیتی لیست دو قسم است، یکی استاندارد هست و دیگهش اکسپندد هست. خب ما استاندارد کار میکنیم با طبق اعدادی که اینجا هست 1 تا 99 میشه استاندارد و 100 تا 500 میشه اکسپندد و میگیم پرمیت کو 101 و این که از داخل خود مثل اکسس لیست وارد یک implicit deny داره و این ما در یک راوت مپ اپلای میکنیم. راوت مپ پس کام نامش میمانیم و میگیم که match community و میگیم که کمیونیتی هایی که دیمی کمیونیتی لیست پرمیت میشن یا مچ میکنن را اینجا بر ما پرمیت کنه. صحیح است. نمبرش اینجا میگیم که 10 هست. اگزیت میکنیم و در قدم آخر میگیم که راوتر BGP 65020 و میگیم که نیبر 199.168.23.1 و در قدم اول راوت مپ را اپلای کنه پس کام هست و دایرکشنش اوتوارد و در قسمت دوم بازم میگیم که send community bot. RC خود یک دفعه چک میکنیم. فعلا که است ما اینجا 3 دانه راوت داشتیم قبلا که چک کردیم و دوباره که چک کنیم خب قبلش یک دفعه میگیم clear IPBGP soft و دوباره که چک کنیم BGP خودم میبینیم که راوت 111 پاک شده 133 پاک شده به خاطر از اینکه توسط کمیونیتی 101 ما این را تگ نکرده بودیم و اینجا دوباره میتونیم شو IPBGP 111 را ببینیم که واقعا کمیونیتی روان کرده قدش، یعنی که اینجا میبینیم که همراه ادورتایزمنت های خود کمیونیتی را هم روان کرده و یکی از اولد کمیونیتی است و رایلش ما در این آردو کار کردیم که اگر بخوایم به نیو فرمت ببینیم چی کار باید انجام بده. خب میریم مرحله بعدی و از ما خواسته شده که توسط یک دیستریبیوت لیست یکی از راوت‌ها را بلاک کنیم که در روی آردوی ما در روی راوتینگ تیبل آردوی ما وارد نشود. خب ما اول یک دفعه راوتینگ تیبل خود چک میکنیم دوشو آی پی راوت و اینجا میبینیم که 111 122 و 133 را داریم. خب ما 133 را میخواییم که بلاک کنیم، به خاطر کلاسیفیکیشنش یک اکسس لیست کار میکنیم. میگیم اکسس لیست 10 deny 100 ولی کارماست که 000 و داخلش یک explicit permit را وارد میکنیم و وارد راوتر BGP خود میشه و اینمی access list توسط distribute list اپلای میکنیم و اینجا اگر named access list کار که بودیم نام میشه و اگر numbered access list بود نمبرش وارد میکنیم.
خب دایرکشنش میمونه که اینوارد میشه اوتوارد. خب این اینوارد میشه چون راوتایی که وارد آردی ما میشه کلکشن اینوارد است. کیورد این را استفاده میکنیم و دوباره میگیم دو کلیر IPBGP soft و میگیم دو شو IP route و اینجا دیگه میبینیم که باز راوت 1033 دیگه بر ما در این راوتر آردو موجود نیست، راوتینگ تیبلش. و در مرحله آخر از ما خواسته که سامرایزیشن انجام بدیم. سامرایزیشن در روی آردو انجام میشه به خاطر که گفته شده قبل از اینکه وارد 65030 شوه ما باید سامرایزیشن انجام بدیم. و یک گپی که در روی آردو هست این است که وقتی که ما اگریگیت آدرس میگیم و اینجا آدرسی که میخوایم سامرایز شوه رو وارد میکنیم با پرفکس لنتش. خب پرفکس لنت 14 اینجا کار میکنه، من با پرفکس لنت 14 رو سامرایز میکنم 252.0.0 و یکی که میگیم سامری اونلی که فقط اینمی سامری آدرس را ادورتایز کنه و در کنار از ما میگیم ای ست به خاطر از اینکه باز ای اسپاد اینفورمیشن را هم روان کنه و اگر روان نکنه باز ما در روی آرسی خود اینجا دیگه هیچ انتری را نخواد داشتیم در بی جی پی به خاطر از اینکه خب اینجا میبینیم که با سلش 14 برای ما سمری شده و اگه ما اس ست را اینجا نوشته نکنیم باز در روی آرسی ما هیچ انتری اینجا نخواد داشتیم، ولی در روی آریک خود باز یک مشکل دیگه که است این است که با وجودی که انمی نتورک های ما در آریک اوریجینیت شده باز هم اینجا ما یک دونه سمری راوت خود داشتیم که هیچ فایده ای نداره در اینجا شو آی پی بی جی پی، ولی فعلا چون ما ای ست را در روی آردو وارد کردیم که واردشه باز در اینجا دیگه انمی سیدانه هست و دیگه کدام سمری راوت این طرف روان نمیشه. در روی آرسی اینجا میبینیم که انمی ایسپاز اینفورمیشن کامل روان میشه که گفتم میشه مثلا از انمی سمری که است در واقع از 65010 اوریجینیت شده و به 65020 آمده و از اونجا به 65030 وارد شده. خب دوستای عزیز این بود ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که مورد پسندتان واقع شده باشه. دوستای عزیز به خاطر حمایت از ما لایک شیر و سابسکرایب یادتان نروه. شما را تا ویدیو بعد به الله مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.